آره دست درد نکنه، خیلی هم خوب بود. بچه‌ها هم حواستون باشه که اگه دست راستشون مثل ایشون. و در این مورد خاص فقط من یه تکمیلی که گفتی رو تکمیل‌تر کنم دیگه. نرم افزار آزاد در واقع محدود به نرم افزار آزاد نمیمونه، یعنی بحثی که اینجا برای ما مهمه بحث آزادیه. حالا میتونه تو نرم افزار باشه که الان یه کوچولو در موردش حرف میزنیم، میتونه دیتا باشه، یعنی داشتن داده های آزاد خودش خیلی مهمه، به خصوص این روزا که انقدر هوش مصنوعی جلو افتاده و اینا. کسی در واقع برنده است که دیتا دست بشه. در نتیجه هر چقدر دیتای آزاد تولید بشه معنیش اینه که همه ما فرصت برابرتری داریم در اینی که مشارکت کنیم. اگه ما مثل چت جی پی تی بنویسیم عملاً دو تا وابستگی داره، الگوریتمش کاملا معلومه. نیروی پردازشی داشته باشین، دیتا داشته باشین. در نتیجه مشارکت کردن در چنین دیتاهایی خیلی 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 ارزشمنده، به خصوص برای ما که تهش نگاه کنید ته این هرم جنگ برای دیتا و همه چیز هستیم توی دنیا. آزادی‌های بعدی هم که بدون شک خیلی خیلی مهمه و همین پله به پله میریم جلو. اول نرم افزار آزاد می‌کنیم، بعد دیتاها رو، بعد خودمون. ولی نرم افزار آزاد بذارید یه کوچولو حرف بزنیم. به نظرم چون پرسیدن و یه خورده در موردش ابهام بود، من فکر کنم باز خود دانیال احتمالاً میتونه بهتر توضیح بده که این نرم افزار آزادی که میگیم چیه. در اصل همون داستانی که اول داشتن تعریف می‌کردن یونیکس بود که خیلی سیستم عامل خوبی بود. بعد ایده این اومد که خب این که خیلی باحاله ولی ما حق نداریم استفاده کنیم ازش. پس بیایم یه دونه حالا سیستم عامل مشابه یونیکس بنویسیم با همون ایده ها، با همون فیچرها که آزاد باشه. و خب استالمن قهرمان به این فکر کرد که چیکار کنم؟ گفت اوکی ما یه یونیکس آزاد می‌نویسیم. یه سیستم عامل مشابه یونیکس آزاد می‌نویسیم. مثلا اسم یونیکس هم مال اینا بود و اجازه نداشتیم یونیکس خودمون رو داشته باشیم. و خب این کار رو شروع کرد که مهمترین قدمش درست کردن این فلسفه آزادیه بود. یعنی تهش هم این که میپرسن چه نرم افزار آزادی استفاده میکنیم، تهشون فلسفه آزاده است که خیلی 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 برای ما ارزشمنده. کما اینکه تو میگی من که مشکلی ندارم این دوزم باشه، خب اینجا میذارم استفاده میکنم اگر فلسفه آزادیه رو درک کردم. حالا باز پله پله اومد. به نظرم دانیال بهتریه برای اینکه مفهوم این که چه نرم افزاری آزاده رو توضیح بده. من فقط قبلش میگم که بدون اینکه خودمون بدونیم تقریبا همه کارهایی که میکنیم تهش مبتنی بر نرم افزار آزاده. یعنی ویدیو پروژکتوری که دیتا رو پخش میکنه من میتونم 99% قول بدم که نرم افزار آزاد توش هستش. گوشی که دستمه باش، زنگم حتی گوشی دام برام که زنگ میزنم از 20 تا سروری که روش لینوکس ران میشه و انواع اپلیکیشن های آزاد نصب میشه کار میکنه، تا زبونی مثل پایتون اگر هر جاییش استفاده شده تو این پروسه. تهش ما همه داریم اون پشت در واقع تقریبا هر تلویزیونی که بخریم احتمالاً داره نرم افزار آزاد ران میکنه. مترو که سوار میشین، هر کارتی که میکشین، خود قطار که داره راه میره، همه زیرش انواع نرم افزارهای آزاده که در اصل دایرکت باهاشون پیش میبره. ولی از دانیال میگم که برامون اصول نرم افزار آزاد توضیح بده، چون از من بهتر توضیح میده. من حضور ذهن خیلی ندارم. خب اوکی، دوباره